به نظر چی بشه حال مردممون خوب میشه؟ این سوال خیلی ممیزه، اینو نپرس. چیز مشخص عادی. چی بشه حال مردممون خوب میشه؟ یک کمی این گرونیا، فشارها، این تورم، یک کمی آزادی داشته باشیم حالمون خوب میشه. ممنون از شما. قربان. همین اقتصاد خورده خوب باشه، ارزونی باشه، یا آرامش هم داشته باشن، امنیتی داشته باشن، همین دیگه. ممنون از شما، لطف کردید. اگه همه دنبال حال خوب واقعی باشن، یعنی یه سری لذت‌های زودگذر رو بذارن کنار، دنبال اون لذت عمیق‌تر باشن. آره. ممنون از شما. چون الان خود من حال خوب واقعی رو واقعا دارم تجربه می‌کنم و از مدت‌ها خودشناسی و دوره‌های مختلف گذروندن و این حال برای همه آرزو می‌کنم. چی بشه خدمت شما شاید که واسه جوانای مثل خودم الان گرونی و کار خیلی موزره. ازدواج خب به گرونی و کار همش برمیگرده. وقتی کار نیست همه چی هم گرونه. والا چیزای زیادی هست حقیقت. چیزی که میشه گفت. تا که دنبال چی باشی، مردم دنبال این حقیقت با حقوقی که به دست میارن بتونن به آرزوهاشون برسن. ولی خب تو وضعیت الان ایران ما شده سرزمین محال حقیقت. ما میدویم صبح تا شب کار میکنیم، دست آخرم قیمت ما یه پله جلوتره قیمت ها. در هر صورت خوب میشه که اگه باشن افرادی که دلسوز باشن، نمایندهایی که بالاخره واسه مملکتمون تلاش کنن اوضاع رو بهتر کنن. میخوام سیاسی کنم بحث و چی بگیم به نظره؟ اسرائیل بزنه جنگ شه، مدرسه‌ها تعطیل شه برای سن خودمون. شما چی؟ همین که جنگ شه، مدرسه‌های خورده کمتر بریم بهتره. تو نمیدونم والله. قیمت دلار بیاد پایین. همیشه قیمت دلاره. قیمت دلار بیاد پایین. کار همه جوونا کار داشته باشن، درآمد بالایی داشته باشن، حالشون خوبه. به تفریحشون هم میتونن برسن. چی؟ به تفریحشون هم میتونن برسن. یه تفریح درست درمون داشته باشن. تفریحشون نشه این که برن تو پارک بشینن سیگار بکشن. یه کمی قیمت مناسب تر بشه، ارزونی بشه. همین. آره. دغدغه همینه. به نظرم بزرگترین دغدغه مردم فعلا مالیه. کمی اوضاع مالی بهتر بشه. همین. آره دیگه. شما دیگه همین دیگه، اقتصاد بهتر بشه. ممنون ازت. یکی اقتصادمون درست بشه، یکی دیگه جوانامون بیکار نباشن و آب و هوا دیگه طبیعتا. ممنون ازت. سلام. خیلی اتفاقا میتونه بیفته که حالمون خوب شه. یکی دو تاشو نام ببرید. خب همش قابل گفتن نیست. یه چیزش بگین قابل پخش باشه. خب نه اصلا قابل پخش که نیست. این مکالمه قابل پخش نیست. خیلی مشکلات داری. آزادی داشته باشن، حق بیان داشته باشن. اگه حق بیان می بود جوانای امثال شما تو زندان نبودن. آره. می اومدن قشنگ حرفشون رو می زدن، انتقاداتشون رو می کردن و کشور رو به پیشرفت می بردن.